درود بر شما. این بار از دالی خواستم برای عنوان آرامش یک نقاشی بکشه و این نرم افزار هوش مصنوعی باز هم در اثر خودش دست به نمادپردازی زده. نمادها در نقاشی به ما تصویری از مفهوم و حالت آرامش رو نشون میدن و درباره اینکه چطور میشه به این آرامش دست پیدا کرد چیزی نمیگن. اما شاید بهترین راه برای رسیدن به آرامش دونستن همین موضوع باشه که آرامش در کلی‌ترین و فراگیرترین شکلش چه چیزی است. این باعث میشه راههایی که به آرامش میرسونن رو با خود آرامش اشتباه نگیریم. در صورت اشتباه گرفتن ممکنه تصویر محدود و ناکاملی از آرامش به دست بیاریم. مثلا اینکه کارها و وظایفمون رو انجام داده باشیم، نیازهای ابتدایی زندگیمون تامین شده باشه، گرفتار بلایی نباشیم، همه میتونن تعریفی از وضعیت آرامش به شمار بیان، اما در واقع همگی وضعیت‌هایی هستن که آرامش رو در خود دارن و به نوعی برای رسیدن به آرامش وجودشون لازمه، اما خود آرامش نیستن. به سراغ نمادها بریم. نخستین چیزی که نگاه ما رو به خودش میکشونه یک دونه برگ هست که از شاخه درخت جدا شده و داره میفته. یکتایی این برگ ما رو به یاد تنهایی میندازه. پس این زمینه فراهم میشه که وضعیت تنهایی و خلوت انسان رو پیش چشم داشته باشیم و توجه ما بیشتر به درون فرد و رخدادهای ذهنیش باشه. اما برای بررسی بیشتر نماد برگ باید نماد مهم دیگه‌ای رو هم بررسی کنیم. در پشت تصویر دو پل رو میبینیم، یکی کوتاه‌تر و کوچکتر و یکی بزرگتر. دو سر پل کوچکتر در آب فرو رفته و کاراییش رو از دست داده و پل بزرگتر هست که میشه ازش استفاده کرد. اما ارتباطی میان برگ و پل‌ها وجود داره. برگ‌های زرد و نارنجی و همچنین افتادن برگ درخت نشون دهنده اینه که در فصل پاییز هستیم و احتمالاً به دلیل بارش‌های پاییزی آب رودخونه بالا اومده و پل کوچکتر جاش رو به پل بزرگتر داده چون پهنای رود گسترش یافته. اما پاییز نشانه چه مفهومیه؟ پاییز فصلیه که در اون گرما کم کم جاش رو به سرما میده. در کوشش نخست شاید بخوایم آرامش رو با گرما مرتبط بدونیم، اما تجربه نشون داده نمادهای نقاشی‌های دالی به بنیادی ترین مفهوم‌ها اشاره میکنن. یعنی باید ببینیم خود آرامش چه ساختاری داره و ساختار هر پدیده‌ای داده‌ها هستن و داده‌ها و روش پردازششون هست که مطرحه. در واقع برخورد آگاهی با داده‌ها و آگاهی از هم جدا شدنی نیستن. همونطور که در قسمت‌های پیشین دیدیم، به ویژه در قسمت‌های هوش مصنوعی از نگاه خودش، معنای زندگی و شب یلدا، روشنایی نماد مناسبی برای آگاهیه و دالی ازش بهره میگیره. نور خورشید هم به معنی آگاهیه و اونچه پشت پدیده افزایش و کاهش دماست نور خورشید و زاویه تابشش به زمینه. پس بهتر منظور دالی از کاهش دما و فرارسیدن پاییز رو کاهش آگاهی به شمار بیاریم. همونطور که اگه تابستون رو داشتیم باید معنای افزایش آگاهی یا آگاهی و داده‌های دریافتی فراوان رو برداشت می‌کردیم. پس در این نقاشی باید آرامش رو در ارتباط با کاهش آگاهی بدونیم. وقتی ذهن از درگیری رها میشه به آرامش میرسه. این اصل پیامه و ما میتونیم در راستای دو نماد برگ و پل بستش بدیم. در چارچوب مطرح شده آب رو باید در معنای خاموشی آگاهی در نظر بگیریم، چون آب در برابر آتش و گرما و نور خورشید جای میگیره. از سوی خشکی رو که در برابر آب قرار میگیره باید در همون معنای آگاهی به شمار بیاریم. پس خشکی و آب جفت آگاهی و رهایی از آگاهی رو میسازن. اگه دقت کنیم برگ در حال افتادن در حالت مرزی قرار گرفته و معلوم نیست میخواد توی آب بیفته یا روی خشکی. افتادن تنها یک برگ هم نشون میده تازه اول پاییزه و ناآگاهی بر آگاهی چیره نیست بلکه کمی برتری یافته. این نمایشگر حالت نیمه هوشیاریه. این حالتی مثل ذهن در حال مراقبه رو نشون میده که ایماژ خیلی خوبی برای آرامشه. اما اگه منظور نهایی دالی بیان این حالت بود میتونست مستقیم‌تر اشاره کنه. پس نیمه هوشیاری رو باید کلی‌تر در نظر بگیریم، به ویژه که همونطور که گفتم باید به دنبال مفهوم‌های بنیادی‌تر باشیم. دالی از سوی میگه برای آرامش باید از آگهی‌های ذهن رها شد و در اون سو میگه نباید از هوشیاری فاصله گرفت. به دید من دلیل بسیار ساده‌ای پشت این الگو هست.
آرامش ما با آگاهی ما گره خورده، چون وضعیت آرام با گزینش‌های درست به دست میاد، چه در بلند مدت با برنامه ریزی و چه در کوتاه مدت و اکنون، مثلا با هوشیاری نسبت به اون چه در ذهنمون میگذره. اینکه بدونیم یک خاطره تلخ حالای ما رو خراب کرده و در کل هوشیاری از اینکه رشته افکار روان ما رو به هر سمتی نبره، نمونه ای از آگاهی و هوشیاری لحظه‌ای و کوتاه مدته. پس به هر روی آگاهی در دستیابی به آرامش نقش داره و اینطور نیست که خیلی ساده بگیم با کنار گذاشتن آگاهی و درگیری ذهن میتونیم به آرامش برسیم. آرامش لحظه‌ای و یکباره‌ای مورد خاص نیست. دالی به دید من میخواد الگوی استوارتری رو به نمایش بگذاره. پس موضوع اینه که آگاهی باید جایی از کار کردن دست بکشه و آرامش در اونجا رخ میده. اما اگه آگاهی وجود نداشته باشه، آرامشی در کار نخواهد بود. اگه ما لحظه‌های آرامش و تعریفامون رو ازش نگاه کنیم، میبینیم در نهایت همین اتفاق میفته. رسیدن به هدف و دارایی ویژه‌ای، آسوده بودن خیالمون نسبت به وضعیت عزیزانمون، رسیدن به دانش خاصی، همه زمانهایی هستن که بار بزرگی از ذهن و آگاهی ما برداشته شده. حالا برگردیم به پل‌های پشت تصویر. پل کوچک دو خشکی نزدیک به هم رو به هم میرسونه و خشکی‌های دو سوی پل بزرگ پاییزی از هم دورتر هستن. این به سادگی یعنی اگه فاصله میان دو درگیری ذهن بیشتر باشه، آرامش فرد بیشتره، یا اگه در میان یک درگیری ذهنی فاصله انداخته بشه که این درنگ میباید به دلیل روشنی و کماشوب تر کردن ذهن به حل مسئله و برون رفت از گرفتاری هم کمک کنه. در کل هرچه وضعیت بغرنج‌تر باشه، به آرامش بیشتری نیاز داریم تا عملکرد بهتری به نمایش بگذاریم. همچنین مسیر درازتر پل بزرگتر تصویری از درک زمان به ما میده. یعنی با فرصت دادن به ذهن زمان کش میاد، هم بهتر میشه اندیشید و تصمیم گرفت و هم به شکل هم‌افزا بیشتر آرامش رو تجربه کرد و لذت برد. گذر از پل بزرگتر مثل تجربه ژرف‌تر و وسیع‌تر لحظه هاست. رود که جایگاه برجسته‌ای در این نقاشی داره، استعاره‌ای از گذر داده‌ها و زمان. میشه اینچنین گفت که در واقع اون چه ما به عنوان زمان تجربه میکنیم رویدادها هستند که در زنجیر علیت به هم پیوستن و اون چه در ذهن میگذره هم یادآوری یا پیشبینی رویدادهاست. پس این زمانی که به ذهن داده میشه تمامش صرف پردازش داده ها به وسیله ناخودآگاه میشه، مانند اون چه که در خواب رخ میده و در نتیجه همونطور که گفتم درنگ رهایی از آگاهی، گذشته از فراهم کردن تجربه آرامش بیشتر که شاید خواستنی ترین چیز در زندگی باشه، عملکرد ما رو در هنگام هوشیاری بالا بهبود میده که این خودش به آرامش بیشتری می انجامه. شاید بشه گفت آگاهی از چیستی آرامش، اگه دیدگاه و برداشت این پیامکاوی رو بپذیریم و دونستن اهمیتش، به خودی خود راهیه برای رسیدن به آرامش و همچنین راههای رسیدن به آرامش رو که وابسته به پدیده‌های بیرونی هستن هموارتر میکنه.